حاضر یک سرود از قلم استاد کهزاد فتح‌الله خوش آمدند. اول من میخونم و شما میبرید سخن میکنید. میخونید نکن مرحبا. با افتخار کهزاد جان را کفتابی میکنیم. شاعری جوان حوض کفتابی اقباین رفتگی زیر نشد. این توفه از جانب مامون جان کلیات تلقین خواجه که شاگرداشون خیلی با عرصه بلند سیاست و ادب رسیدند. یکی از شاگرداشون استاد اسدالله رحمان هستند. و در اینجا یک رباعی هست برای شما میخوانم. استاد تلقین خواجه میگن که بر لقمه‌تان سنگ نباشد هرگز، بر چهره‌تان چنگ نباشد هرگز، اندر سر خوان همحیاتی شما جز جنگ قدح جنگ نباشد هرگز. دوستان عزیز باید یک چیز رو یادآور کنم که اولین مراتبه با شعرهای من اگر ارزنده باشد مادر ارکین را که آشنا کردم و با واسطه مادر ما آشنایی پیدا کردیم. قریب چندین سال است که با هم دوست هستیم و امروز که مادر از کوه بلند آمدن براشون میگم که فیض فرح و بام و درم می آید، نیروی دل و تاج سرم می آید. ای شهری عظیم سر به افلاک بکش، از کوه بلند مادرم می آید. خوش آمدید مادر عزیز. و البته من نیز یک تحفه دارم برای شما میگم که غریبه که صدایت بشنود
سوی وطن آید. غریبی که صدایت بشنود سوی وطن آید، به پیش مادری رهپایش و فرزند و زن آید. اگر از بوستان میرسد بر گوش آوازت، تمام اندلیب از هر طرف سوی چمن آید. طنین انداز بادا این صدا، طنین انداز بادا این صدا بر خانه مردم، اگر بشنید شخصی به زبان بر سخن آید. زیباست که انجمن افروز هستی، زیباست که انجمن افروز هستی با سرود شعر، زیباست که انجمن افروز هستی با سرود و شعر، همیشه نام نیکت بر زبان انجمن آید. رسد آواز تو بر گوش کوهزاد، ارکنی خوشخوان، رسد آواز تو بر گوش کوهزاد ارکنی خوشخوان، زیا بر چشم بر قلب و زیا بر چشم و بر قلب و صفا بر جان من آید. سربلند باشید و پگاه زادروز دارید برای شما تهنیت داد و از نام تمام مخلصان سربلند باشید. به افتخار شما گفتگو شما دوستو